جعفر قربانوف یکی از اشتراکچی مسابقه جمهوریوی اوید به گشتنی طرز آزاد می باشد. این ورزشکار در مسابقه شهر خوجند را معرفی نمود. وی 17 ساله است و در وزن 65 کیلو با رقیبش که از شهر اصفهان بود قوه آزمایی نموده غالبیت به دست آورد. جعفر قربانوف در مسابقه جمهوریوی سزاوار جای اول گردید. اکنون وی برای اشتراک در مسابقه جهانی اوید به گشتنی طرز آزاد که جمهوری تاجیکستان را معرفی می کند آمادگی می بیند. آجی با خدا خواهد من وای میشد سرنوانی ریسپوبلیکا همجوری هم ریس 65 میبرم و پر سلامتی خود به فایده شد کوچه ها نگشته مشغول میشن بخواد میشن سمزشی تویم نفس. مسابقه جمهوریوی اوید به گشتنی طرز آزاد دوامی دور سنه‌های 22 و 23 می در قصر ورزشی شهر خوجند گذرانیده شد. در آن بیش از 250 ورزشکار و نزدیک 50 نفر دختران از شهر و نواحی جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. در مسابقه جمهوریوی جوانانی سال تولدشان 1998 2000 و 2001 2003 بینی هم سبقت نمودند. سرمربی ولایت سوخت اوید به گشتنی طرز آزاد شریف دسماتوف میگوید مسابقه بخشیده به ایدی جوانان و 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شد. هدف جلب جوانان به ورزش و پیدا نمودن بهترین ورزشکاران گشتنی طرز آزاد محسوب می شود. نوجوانان برآورده آینده به مسابقه‌های بین‌المللی آسیایی مسابقه جهان برآوردند. این بچه مایده بچه نوجوان برای هر کاری گنده نرفتن، برای کوچه بیهوده نگشتن، هر کاری بی‌معنی برای انتظام. فریدون محمدوف اشتراکچی دیگری مسابقه جمهوریوی اوید به گشتنی طرز آزاد می باشد که در وزن 82 کیلو شهر خوجند را معرفی نمود. رقیبش از شهر دوشنبه بود. هنگام قوه آزمایی کوشش کرد غالبیت به دست آورد اما حریفش نیز مغلوب شدن نمیخواست. هر دو ورزشکار هنگام گشتنگیری برای دست بالا شدن خیلی کوشش کردند. در جنبست با حساب 17 بر 18 غالبیت نصیب ورزشکار از شهر دوشنبه گردید. فریدون محمدوف هنگام صحبت با ما گفت که از مغلوب شدنش رو افتاده نیست، زیرا وی از این پیش در یکچند مسابقه های ورزشی اوید به گشتنی طرز آزاد اشتراک نموده جایهای افتخاری را سزاوار گردیده است. نقشه در روسیه سنت پترزبورگ رفته اشتراک کردن کلاسیک به براندم سایمجا دوتای مسابقه جمهوریوی اوید به گشتنی طرز آزاد در ولایت سوخت از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون گشتنی جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شد. در جنبستی مسابقه از 250 اشتراکچی 20 ورزشکار همچون غالب معرفی شدند و غالبان جام و افتخارنامه کمیته کار با جوانان و ورزش تقدیم کرده شد. گزارشی فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.